رسول الله رسول الله رسول الله. همیشه علما کلش حق پرست نیست، باطل پرست علما وجود داره. یک، پس هر لنگی سفید آدم گپیش قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر که معلوم نشده که حق پرست است یا باطل پرست. این تابع حق است ولو که سرش بریده شود، یا نکی مصلحت خود به نظر میگیره. روزگاری که از حق سوال میشه و حق گنگ میسازه و حق گنگ رو میسازه. چطور است؟ جوانا آمده زانو زده ده مولوی صاحب میگه رفعیدین چطور است؟ میکنه خلاص میگه پنهان میگه که اصلا کتاب آمده خوب ای گپ خیلی کش نمیگه، بازی گپ دیگه خود سخت میگه. این وطن چی است؟ بگه مذهب حنفی است. در اینجا این کارا کردن مناسب نیست که اختلاف پیدا میشه. خلاص چقدر این گپی خود واضح میگه، سخت میگه که ریش سفیدان بشنوه. خود گپه که اولی خود که گفت که بله در حدیث است او را بسیار آهسته میگه که ریش سفیدان نشنوه. خود دیگه اینجا ببینی ریش سفیدان را خوش کرد که والا مناسب کو یا را خوب کوبیدن کرد. اون گفت برادر او ریش سفید همین تو که برای آلی بیرون برد میگه کسی کو عالم برد نگفت که همین کار نکنه که نفاق پیدا میشه. هیچ کسی نیست که بگوید که امی مولی صاحب بریم پرسان کنیم که امیر رفعیدین سبب نفاق است. سبب بشناسه مولی صاحب یا نی؟ اول از سبب پرسان میکنیم. آب سیراب میکنه آدم، الله تبارک و تعالی آب سبب کشتن تشنگی یا سیراب کردن پیدا کرده. این سبب است. در این مسجد هم که بخورم یا آب سبب است. بگه در چین که بخورم یا آدم سیراب میکنه، در امریکا بخورم، در شوروی بخورم، در جا همین سبب است یا نیست؟ ها؟ سبب است. عجیب است. سبب تو چی رقم است که رفعیدین در افغانستان اختلاف پیدا میکرد در عربستان نیست؟ در اینجا در مسجد پانتون کمپنی نیست این سبب اختلاف. خود مسجد تو سبب اختلاف است. یک چیز سبب شو هر جای سبب میباشه یا یک جای میباشه. سبب ولی شناختی؟ سبب میشناسی؟ چیزی که سبب باشه سبب آره بشناسی. این بیچاره تالی را معنی سبب نمیفهمه. اگر این سبب اختلاف باشه خود این مسجد سبب اختلاف شد. در عربستان خب یکی سبب اختلاف شد، لیکن اونجا سبب اتفاق هست، اختلاف نیست. او بی خبر از این که تو نسبت سبعی رفعیدین که سنت رسول الله را سبب اختلاف گرفتی و هو خیر سنت های پیغمبر دیگه بگه چی را تولید میکنه؟ اختلافات. پیغمبر برای همزی آمده که مردم مختلف شود دیگه. نسبت چی را به پیغمبر کرده؟ اگر گپی خود بفهمه قریب کافر میشه. خود قریب کافر است. ما صراحتا نمیگم ولیکن خودش که تحقیق کنه کافر میشه. اگر صراحتا کسی نسبت سنت رسول الله را به اختلاف بکنه کافر است. یا بدانی گپ عادی نیست، مناسب بگوید، لیکن این گپ بسیار عظیم است. توبه قوی باید بکشه زود خط بینی در خاک بینی خدا بماله بگوید که یا الله بسیار خطا کرده، اشتباه کرده. سنت پیغمبر را چطور سبب اختلاف تو میدانی؟ تو نمیگی. الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.